درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز شنبه 19 دکتر 2020 سال است و با توجهتان برنامه اطلاعات جنبست خبرهای هفته با تفصیل مهمترین خبر و گزارش‌های در هفته سپری گردیده در روی موج رادیو مهاجر. خبرها را از یک خبری که در آخر هفته به وقوع آمد شروع می‌کنیم. شهروندان خارجی اکنون می‌توانند قانونی در روسیه تا 15 ایون سال 2021 بمانند. فرمان درباره تنظیم وضع حقوق مهاجران، شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی را روز 17 دکتر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرده بود. طبق این سند شهروندان خارجی حتی با داشتن مهلت اجازتنامه استقامت می‌توانند قانونی در روسیه باز 6 ماه دیگر بمانند. حجت آنها به طور خودکار تمدید می‌گردد. غیر از آن فرمان به شهروندان دیگر دولت‌ها اجازت می‌دهد که اگر مهلت اجازتنامه آنها تا 14 مارس سال 2020 به اتمام رسیده باشد روسیه را آزادانه ترک کنند. بار اول فرمان درباره تنظیم وضع حقوق مهاجران در بهار سال 2020 در رابطه با بسته شدن مرزها بنابر پنجشنبه سرایت کرونا به امضا رسیده بود. این سند به صدها مهاجر که در روسیه بودند امکان داد که مقام حقوق خود را گم نکنند. پس از آن فرمان مذکور دو مرتبه از جانب رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تمدید کرده شد که بار اول تا 15 سپتامبر و بار دوم تا 15 دکتر. اینک همین فرمان مذکور تا 15 ایون سال 2021 بار سوم تمدید گردید. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال شماره عمومی مهاجرانی که در روسیه ماندند دو مرتبه نسبت به همین دوره سال 2019 کم شده است. این سبب گشته است اکثر بخش‌ها مثل خواجگی منزلی و کمونالی، ساختمانی و خدمت رسانی در روسیه به کارگر بمانند. موضوع دیگر در روسیه میمونیم. در روسیه از 1 ژانویه سال 2021 نرخ خرید و چکنه شکر، محصولات‌های غله‌دارگی و روغن افتوپرست میتواند در یک سطح قرار داشته باشد. گفته می‌شود که نرخ‌ها میتوانند برای 3 ماه آینده یعنی تا بهار سال 2021 ثابت باقی مانند. طبق اطلاع نرخ فروش استحصال کننده برای روغن افتوپرست میتواند برای 1 لیتر 95 روبل مقرر کرده شود. برای استعمال کنندگان هنگام خرید چکنه ارزش آن نباید از 110 روبل زیاد باشد. نرخ شکر در 1 کیلوگرم متناسباً در سطح 36 و 45 روبل نگاه داشته می شود. خبرگزاری‌های روسیه بنا به منبع‌های خود در حکومت روسیه نوشته بودند که 14 دکتر جلسه دخلدار در این سمت برگزار شد که پس از آن پیشنهادها به دیوان وزیران برای تصدیق فرستاده شده بودند. یادآور می‌شویم که چند قبل پرزیدنت روسیه عمل‌های حکومت کشورش را وابسته به وضع بالاروی نرخ محصولات غذایی شدیداً تنقید کرده بود. ولادیمیر پوتین به حکومت روسیه امر داده بود که با بالاروی نرخ محصولات خوراکوری مبارزه برند و در یک هفته نیم بعد نرخ همه نمود محصولات را به تنظیم درآورند. همچنین پس از انتخاب ولادیمیر پوتین رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین نیز با اعضای حکومت جلسه دایر کرده بود که در اختیار دستور داده شده بود برای کاهش دادن نرخ محصولات مهم و ذخیره در روسیه چاره‌های مؤثر و تأخیرناپذیر در کوتاه‌ترین فرصت اندیشیده شود. یادآور می‌شویم که از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه احساس بالاروی نرخ‌ها شروع گردیده بود. شما جنبست خبرهای هفته را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. خبر داده بودیم در هفته روان که یک طبیب تاجیک که در یک از بیمارخانه‌های ولایت مسکو فعالیت می‌کند در برابر 179 نفر همکسبان خود رقابت کرد و توانست جایزه ما در کنارت هستیم گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف را با 1 میلیون روبل به دست آورد. فرقت غفورов زاده تاجیکستان است. در حال حاضر مدیر شعبه بیماری‌های دل و رگ بیمارستان مرکزی ناحیه ایگور و ولایت مسکو را بر عهده دارد. این جناب تاجیک جایزه ویژه به دست آورده شد که از موفقیت‌های طبیبان تاجیک در خارج کشور نامیده بود. جایزه مذکور از جانب گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف به فرقت غفورov در یک مراسم باشکوه هفته سپری گردیده برای پیشبرد ساحه تندرستی ولایت مسکو خدمت رسانی‌های نظارت در دوره پاندمی کرونا ویروس و مهربانی و غمخواری نسبت به بیماران تقدیم گردیده بود.
ادامه جمع از خبرهای هفته در روسیه میمانیم. در ولایت برینسک روسیه 10 ازدواج‌ها به قول بین المللی میباشند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات حکومت ولایت برینسک از اول سال در این منطقه روسیه 5333 عقد نکاح رسمی ثبت شده است که 566 ازدواج یا خود 10% آنها ازدواج‌های بین المللی میباشند. زیرا این نکاح‌های رسمی با شهروندان خارجی بسته شده‌اند. گفته می‌شود که اکثر ازدواج‌ها با شهروندان اوکراین یعنی 244 عدد، با شهروندان آذربایجان 84 عدد، با شهروندان بلاروس 75 ازدواج، با شهروندان ارمنستان 35 عدد 37 عدد، با شهروندان جمهوری تاجیکستان 20 عقد نکاح رسمی، با شهروندان ازبکستان 19، با شهروندان قزاقستان 9، با شهروندان قرقیزستان 3 عدد و با شهروندان جمهوری گرجستان 5 عدد عقد نکاح رسمی در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی حدود ولایت برینسک روسیه از اول سال جاری تا کنون به رسمیت درآورده شده است. اینچنین در ولایت برینسک شهروندان دولت‌های اسرائیل، لاتویا، لیتوا، ایتالیا، ویتنام، آلمان، آلبانیا، پاکستان، سربستان، مصر، مکزیک، چک، ترکمنستان و مولدووا نیز ازدواج کردند که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت برینسک چنین ازدواج‌ها را بین المللی می‌دانند. شما تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبش خبرهای هفته میشنوید. از مسکو به ولایت لنینگراد میرویم. کارخانه پرنده پروری روسکار زیاده از 150 نفر مهاجران ملتی را به کار دعوت میکند. نتیجه های روز یگانه شغل مستقیما در شبکه تلویزیونی لن تیوی 24 جنبش کرده بود. در هفته روان که در آن دیرکتور گنرالی کارخانه پرنده پروری روسکار رومان سمیرنوف گفته بود که نورسایی کارگران حالا بیش از 150 نفر را تشکیل میدهد. وی قید کرده بود که قبل از پاندمی نورسایی قوای کاری را مهاجران ملتی جبران میکردند و تاکید کرد که در فابریکه پرنده پروری به آنها شرایط برابر کار و مفت مهنت فراهم آورده شده است که در بخش صنعت و مفت پروری به حساب میانه معاش بلندترین به شمار میرود. در نوبت خود الا استروا رئیس کمیته مهنت و شغل اهالی ولایت لنینگراد تصدیق کرده بود که محدودیت‌ها در آمدن کارگران خارجی به روسیه رعایت می‌شوند. از این رو اکثر کارخانه‌های منطقه از نورسایی قوای کاری از حساب مهاجران تنقسیم می‌کشند. رهبر کمیته مهنت و شغل اهالی ولایت لنینگراد افزوده بود که در این حال کوشش دارند تا به کارهایی که قبلا مهاجران مهنتی مشغول بودند ساکنان محلی را در چنین جای‌های کار جلب سازند و بدین وسیله نورسایی قوای کاری را از حساب مهاجران ملتی به واسطه ساکنان محلی جبران سازند. ادامه جنبش خبرهای هفته. تعداد مهاجران در روسیه تا اول ماه دسامبر تقریبا 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. خبر داده بود دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه همزمان قید کرده شده بود که در 11 ماه سال روان نسبت به سال 2019 دو مرتبه کمتر شهروندان خارجی به قید مهاجرت خود را گرفتند. در روسیه سالانه از 9 تا 11 میلیون خارجی زندگی می‌کنند. این سال شماره مهاجران تدریجاً کاهش یافته این زمان 6.3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد آمده است در آمار وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. در این زمان تقریبا 1 میلیون نفر شهروندان خارجی در روسیه یا اجازتنامه اقامت موقتی (RVP) و یا اجازت برای استقامت (PNJ) دارند. قید کرده می‌شود در اسارت وزارت کارهای داخلی روسیه. همچنین درج می‌گردد که شماره اجازتنامه‌های کاری برای شهروندان خارجی از جمله متخصصان بلند اختصاص متناسباً کاهش یافته است. قبلا رهبر پالاتای سودا و صنعت روسیه با پیشنهاد صادر کردن ورود مهاجران مهنتی به این کشور پیش از همه متخصصان بلند اختصاص و اعضای عائله آنها به حکومت روسیه مراجعه رسمی نموده بود. پورتال میگرانت مدیا نقطه رو یکی از منطقه‌های روسیه را با کمترین پرداخت ماهانه پاتنت برای مهاجران مهنتی منبع کرده بود. در این هفته طبق منبع کوئفیسیانت پست‌ترین انداز از درآمد شخصانه واقعی برای سال 2021 در جمهوری اسیای شمالی علنی تصدیق شده است. همین طریق پرداخت پول ماهانه پولی پاتنت مهاجران مهنتی در این منطقه از ماه ینور سال 2021 از 3176 روبل زیاد نخواهد بود. این کمترین پول ماهانه پاتنت نسبت به همه منطقه‌های روسیه به حساب می‌رود. بلندترین ارزش پول ماهانه پاتنت باشد در حوزه مختار یمن و نینتس
مقرر کرده شده است. در اینجا شهروندان خارجی باید برای هر یک ماهی پتنت در سال 2021 9535 روبل پرداخت سازند. یادآور می‌شویم که حجم پیش پرداخت مقرر شده اندازه درآمد از پتنت برای کل مهاجران برای سال 2021 در تمام منطقه‌های روسیه مقرر کرده شده ایستاده است. مثلا در شهر مسکو شهروندان خارجی برای هر ماهی پتنت در سال 2021 باید 5341 روبل و در شهر سنت پترزبورگ 4000 روبل انداز پرداخت کنند. شما تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبه خبرهای هفته روی موج رادیوی مهاجر مستقیما میشنوید. 11 روز زندگی در منطقه بی‌طرف در مابین سرحد روسیه و گرجستان. یک شهروند 25 ساله تاجیکستان که نخست در گزارش نامناسبش شد در چازم و بخش خبری رادیوی مهاجر در آخر هفته روان اطلاع داد که او طی 11 روز اخیر را در منطقه بی‌طرف بین سرحد گرجستان و روسیه از سر گذرانیده است. مصاحبه ما گفته بود که او میخواست با واسطه نقلیات کلان بارکشش که در آن نقلیاتی که از امریکا برایش روانه نموده بودند قرار داشته و با واسطه روسیه و گرجستان و از آنجا به تاجیکستان رود، اما چرا محض با طریق گرجستان سفر نمودن به تاجیکستان به ما نیز ناروشن باقی ماند. او افزود که بعد سرحد روسیه را عبور کردن در درآمدگاه سرحد گرجستان مرزبانان گرجی او را با بهانه مشکل داشتن در حجتها بازپس به روسیه گردانیدند. وقتی که من گشته به سرحد روسیه آمدم در اینجا نیز مرا راه ندادند که وارد روسیه گردم. من 11 روز رو در هوای سرد در منطقه بی‌طرف بین سرحد روسیه و گرجستان سپری کردم. نقلیات راهگذر به من به قدر امکان غذا میدادند و همین گونه شد که رهبر جمعیت تاجیکان ولادیکاوکاز ارسن خودودودوف به کمک من شتافت و توانست که مرا از این مشکل نجات دهد. گفت این مصاحبه ما هنگام صحبت در آخر هفته روان با بخش خبری رادیوی مهاجر. و 27 فوریه سال جاری از تاجیکستان به روسیه آمده بود. سبب راه ندادنش را به حدود مرزی و ماموریت فدراسیون روسیه سرحدبانان روس در روی خط شخصان ممنوع الورود قرار داشتنش ابراز داشتند. رهبر جمعیت تاجیکان به نام پومیر ولادیکاوکاز ارسن خودودودوف میگوید که توانستند با مذاکرات بردوام با مقامات مرزبانی و حفظ حقوقی این منطقه برای وارد گردیدن این شهروند 25 ساله تاجیکستان به حدود مرزی و ماموریت فدراسیون روسیه روزی پیدا کنند. این نفر و مقامات حفظ حقوق و سرحدبانی از ولادیکاوکاز تا به طریق تیوره تا به فرودگاه دامادیدو آوردند و از آنجا به دوشنبه انتقال دادند. برمیگردیم به مسکو. شما تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبه خبرهای هفته روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. و شرکت‌های ساختمانی اجازه داده می شود که مهاجران را متشکلانه به میدان‌های ساختمانی در حدود روسیه ناوابسته از محدودیت‌های پاندمی به کار جلب سازند. وزارت ساختمان پیشنهاد کرد که برای واردات مهاجران کاری در بخش ساختمان تنها به شرکت‌های اجازه داده شود که تشخیص مهاجران را از کرونا ویروس بر اساس درباره سقوط طبی و تامین شرایط بودجه آنها را بر عهده می‌گیرند. تکلیفات درباره ورود ساده کرده شده مهاجران علاقه به حکومت روسیه پیشنهاد کرده شده است که حالا اعضای حکومت این کشور آنها را در بررسی خود قرار دادند. اصلا تمام مسئولیت برای کارگران خارجی پیشنهاد کرده می شود که به دوش شرکت‌های ساختمانی گذاشته شوند. آنها باید جای استقامت دائمی مهاجران را مجهز کنند، آنها را به قید گیرند و مناسبت‌های مهنتی را به رسمیت درآورند. پتنت برای کار در روسیه در این دوره از مهاجران کاری طلب کرده می شود. پیشنهادها از جانب وزارت مهنت، وزارت کارهای داخلی و مقامات روسپاتربنادزور تصدیق خود را یافته‌اند. طبق معلومات وزارت ساختمان روسیه تا 1 دکمبر سال جاری زیاده از 50 منطقه روسیه علاقه با درخواست برای قانع کردن 190,000 بینوکار به این وزارت مراجعه نمودند. پیش از همه کارگران یا خود مهاجران کاری از ازبکستان، تاجیکستان و اوکراین نمیرسند. تاکید میکنند در وزارت ساختمان روسیه همزمان شهروندان روسیه که در خدمات‌های شغل مهنت محل زیست خود همچون بیکار ثبت نام شده‌اند برای کار در میدان‌های ساختمانی شتاب نمی‌کنند، میگوید معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه مراد حسنولی. با گفته او از اول سال مزد میانه بینوکاران در روسیه از 50 تا 80-90 هزار روبل افزایش یافت. مراد حسنولی ادعا دارد که
1.5 میلیون مهاجر در دوام زیاده از 6 ماه اخیر روسیه را ترک کردند که این روند تناسب نگران کننده را بنابر وسایل مهاجران کوری در روسیه به وجود آورده است. ادامه جنبش خبرهای هفته است در روی موج رادیوی موجر و در این هفته گفتیم که در روسیه برای نگاه داشتن نتیجه های معاینه طبی مهاجران مهنتی فهرست یگانه تشکیل کرده می شود. حکومت روسیه لایحه قانون دخلدار را به دومای دولتی برای بررسی پیشنهاد کرده است. فهرست معلومات را از معاینه طبی شهروندان خارجی درباره موجودیت سرایت‌های خطرناک نشامنده و ویچ اسپید در بر میگیرد. طبق لایحه قانون مؤسسه‌های دولتی طبی می‌توانند چنین تحقیقات را گذرانند. نتیجه ها با پایگاه یگانه اطلاعاتی وارد کرده می شود که آن را مقامات روسپاترنادزور به تنظیم می‌دارد. مؤلفان این لایحه قانون برای آنند که قبول قانون مذکور روسیه را از سرایت‌های خطرناکی که به قبل آن وارد می‌شوند به قلمروی آن وارد می‌شوند محافظت بکند. اگر از آن فعالیت یک فهرست یگانه امکان می‌دهد که درباره بدوبارش نامطلوب مهاجران در فدراسیون روسیه نیز زود تصمیم گرفته شود، پس کار آنها جلوگیری کرده شده از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه خارج کرده شوند. و درست می‌شویم که مهاجران مهنتی برای گرفتن حجت‌های ضروری جهت اقامت قانونی در روسیه از معاینه طبی حتمی می‌گذرند. در صورت آشکار شدن بیماری‌های سرایتی درخواست آنها رد کرده شده، خود مهاجران از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه طبق قانون‌های جاری مهاجرت این کشور خارج کرده می‌شوند. شما برنامه اطلاعاتی جنبش خبرهای هفته را مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.